اینام ابراهیموف 15 سال اینجانب طبیبی دندان است. ابراهیموف بر این فکر است که هنگام کندن دندان فرق بزرگ میان کلینیک‌های دولتی و خصوصی وجود ندارد، زیرا معیار استفاده تجهیزات در همه جای یک است. بر علاوه اگر مؤسسه خصوصی متخصص داشته باشد و مجوز و یا لیسنس بگیرد، هیچ محدودیتی نخواهد ماند. بله، خصوصی که در شهر جایگیر شدند یکی داشتن اجازتنامه استفاده برای جراحی رو بله گرفتند. قسمان ندارند اجازتنامه، از همین سبب استفاده بردن یاردم رساندن جراحی کندن دندان ها استفاده برده نمیشد و روانه کرده میشد به دولتی. مقامداران تاجیک تاکید میکنند که جاری شدن معیارهای نوی فعالیت کلینیک‌های استوماتولوژی و اتاق‌های دندانپزشکی نه تنها برای حفظ سلامتی بیماران، بلکه به خاطر جلوگیری از سرایت بیماری‌های گذرنده به جسم طبیبان هم ضرور است. آنها میگویند به این وسیله نظارت از بالای استفاده تجهیزات شدیدتر می شود. طبیبانی که با تلویزیون نسته شورم هم صحبت شده اند باور دارند که کلینیک‌های بزرگ دندانپزشکی در فکر کاملا از خود نمودن بازار نیستند. اسباب‌ها از درون автоклав ایندیکاتور رنگ خودش رو دیگر میکند. این نشان میدهد که اسباب‌ها بی‌ضرر گردانده شده است. و باز یک چیز دیگر رو باید قید کرد که در پژوهشگاه علمی کلینیکی استوماتولوژی تست های مخصوصی فوری برای پیش از کندن دندان گرفته می شود. خون بیمار برای معاین کردن هپاتیت های A B و ویروسی نارسایی مسئولیت آدم که باید معاین میکنیم که در بیمار چنین ویروس ها وجود دارد یا که نه. هفته گذشته در تاجیکستان قانون تصویب شد که بر پایه آن به طبیبان مسئول سرایت بیماری هپاتیت و یا دیگر مرض گذرنده به مدتی از 5 تا 8 سال زندان تهدید می کند. تا حال آشکار نشده است که چند طبیب به بیماران مرض سرایتی گذرانده است، ولی سر از آغاز سال روان 22 کلینیک استوماتولوژی به خاطر رعایت نکردن معیارهای سانیتری و طبی بسته شدند. اکنون برای کندن دندان کارافتاده باید به کلینیک دولتی مراجعت کند. پیش خانه دایم خیلی هست، خیلی طبابت میکردگی جو، لیکن وزارت تندرستی گفته است که اینای ایجا خوبتر و چیزتر برای هوای همیجا آمدیم. آیا کلینیک‌های خصوصی سرشمار که در گوشه‌های مختلف دوشنبه جایگیر هستند در فکر گرفتن مجوز دندانکنی میشوند یا نه؟ معلوم نیست، ولی گرفتاران دندان درد شکایت دارند که روزشان در جستجوی کلینیک‌های دارای مجوز دندانکنی می‌گذرد.